بالاخره میزمون تموم شد. درود، امروز شنبه است و امیدوارم که حالتون عالی باشه. همونطور که توی پارت 2 میز دیدین که لینکشو براتون این بالا میذارم، اومدیم پیش اوستا و قطعه ها رو برش زدیم و تحویل گرفتیم، اما یه سری قطعه هایی که از جنس چوب بودن باقی موند چون چوبش در دسترس نبود و اوستا گفت که فردا پس فردا بیا ازم تحویل بدیم. اما خب رفتم مسافرت و یه مدت ویدیو نداشتیم متاسفانه، ولی خب به زودی کانال برمیگرد سر روال عادیش و الان تازه اومدم که چوبا رو برش بزنیم و تحویل بگیریم و بریم که میز رو کامل کنیم و نتیجه نهاییش رو آخر همین ویدیو میتونید ببینید. بدون معطلی بریم تو کارش. از همون موقع اینجا مونده. خب اوستا دستش بند بود، گفت معطل میشه، ساعت 4 عصر بیا تا سر دل و حوصله برات انجام بدم. گفتیم مرسی اوستا. ساعت 6 عصر. Here we go again. این از اون 4 تا، اینم اون 2 تا قطعه شیپر دیگه‌مون که حس میکنم یکم با خطا زده شدن و امیدوارم که درست در بیاد. من برم یه استراحتی کنم، یه چیزی هم بخورم و برمیگردیم سراغ ادامه کارو. میز خاک خوردم. خب الان یه روز گذشته و تازه تونستم بیام سراغ ادامه کار. اینم از این 2 تا. یکی 2 تا مشکل داره. یه دونه هم پیچ امتیاز کم دارم بعد از هم بگیرم. یه دونه هم این چوبایی که برش زدیم دقیقاً اندازه دهنه اینه، یعنی فکر میکنم یه نیم میل سنباده بخوره اوکی میشه. ولی خب اشاره از هم میرم سراغ پیچش، هم میرم پیش اوستا که اینا رو یه دونشون میبرم همونجا چک میکنم. خب این از این 2 تا که کیپ رفته سر جاش، منتها یکم سخت بیرون میاد. اوستا گفت که یکم صابون بزن دورش، راحت میره داخل و میاد. حالا میخوام امتحان کنم ببینم اوکی میشه یا نه. یه کار دیگه ای هم که داریم اینه که باید یه دونه دیگه از اینا رو هم پیچ کنیم و یه دونه از این مکعبا رو 2 تاشو در واقع تو این سوراخ هم رد کنیم. الان یکم صابون خوش زدم بهش، ظاهراً که خیلی اوکی شد. اینها دیگه اینجوری نیستن، اینها یکم جادارترن، یه میلی فاصله دارن از هر ضلعش. امیدوارم که لخت نزنه. خب الان یکی اوکی شد. اگر که نگاه کنی این چوبه داره به این شکل تو این بازی میکنه که صفحه هم میاد روی این میچسبه. حالا توی حالتی که میخوایم ثابتش کنیم، مثلا اینجا وقتی که تو حالتش قرار گرفت، اینو صفر میکنم و دیگه تکون نمیخوره. از دومیشه که باید کامل شه، اینو هم اوکی میکنم و بعدش باید بریم سراغ صفحه میزمون. خب الان بریم سراغ این راکاشو بزنیم، اون چوبا رو زیرش نصب کنیم و دیگه تمام. خب این اوکی شد و این شد از صفحه زیر میزمون.
هر کدوم از اینا رو با 2 تا پیش محکم کردم که تکون نخوره و نشه. بعد یه سوتی دادم، باز یه چیز دیگه یادم رفته بگیرم. ما یه تیکه چوب میخوایم که اینجوری این دوتا رو به هم دیگه وصل کنیم که باز من یادم رفته و دیگه میره تا شنبه که فعالیتاً بعد از تاریخ پخش ویدیویی که شما میبینیدش. در نتیجه باید به صورت موقتی بهتون نشون بدم و تو ویدیوهای بعدی که منتشر میشه بهتون نشون بدم کامل شدهش چه شکلی شده. بریم که سرهم شدهش رو بهتون نشون بدم. فقط الان یه مشکلی داریم که میزه رو حتی تو حالت عادی هم وقتی که یکم تنش توش بخواد ایجاد بشه لق میزنه تا یه حدی، که دلیلش اینه که این 4 تا پایه‌ای که زیر میزن به همدیگه وصل نیستن. یعنی اگر با یه چارچوبی اینا به همدیگه وصل میشدن خیلی محکم‌تر قرار میگیره که تو ویدیوهای بعدی اوکیش میکنم اینو. حتی این چوبه رو هم که بهتون گفتم بعد اوکی کنم، ولی خب چون روز تعطیله و ویدیو رو براتون جمعه به دستتون برسونم در واقع زمان اجازه نمیده و ایشالا تو ویدیوهای بعدی اوکیش میکنیم. و این هم شد یه نمای کلی از میزی که درگیرش بودیم و داشتیم میساختیم. خب این هم از میزمون که بالاخره ساختش تموم شد، با هم دیگه تمومش کردیم. یه سری اشکالات هم داره هنوز که ایشالا تو ویدیوهای بعدی با هم دیگه درستش میکنیم. تا روزی دیگه، پروژه های دیگه، تجربه های جدید، مراقب خوبیاتون باشید و بدرود.